این اصطلاح هم ابداع خودمه، یه زمانی فراگیر شد برند خودمه، فلینستونیزم. نمیدونم کارتون فلینستونا رو کسی یادشه؟ مال دوره ما بود، فرد فلینستون. یه کارتون شاهکاری بود. این کارتون خیلی بامزه بود. دو خانواده آمریکایی رو نشون میداد، این بارنی رابل و فرد فلینستون و زناشون، اینم اسم پتشون دینو بود بر وزن دایناسور. و مثلا ماشینشون اینجوری بود. یا فرض کنید که بچه که به دنیا اومده، فرد اومده بود بالا سر زنش. منتها همه اینا تو عصر حجر اتفاق میافتاد، تو عصر در واقع خیلی ساده. حالا میدونم که مسخره بود دیگه، یعنی طرف اینقدر حالو نبود که مثلا ماشینشون این بود، ببین چون هنوز موتور اختراع نشده بود اینا پا میزدن. ولی میخوام بگم نکنه ما دچار فلینستونیزم توی روانشناسی بشیم. مثلا یکی از چیزایی که میگن خب آسکشوالیتی باعث میشه که شما فرزندان کمی داشته باشی، پس چرا ژنش استمرار پیدا کرده؟ تازه فرض کنیم اون مکانیزم های ژنتیکی که الان گفتیم پولیا و اینا به کنار باشه. خب شاید این یه فلینستونیزمه. بشر معاصر بر اساس عشق، گرایش، میل و علاقه ازدواج میکنه. یه خورده میرفتی عقب‌تر اصلا زوری بوده، شما اصلا نمیپرسیدن گرایشت چیه، باید اتوماتیک بزرگ میشدی و اینکه گرسنه نمونی ازدواج میکردی و اینکه غذا تامین بشه صاحب بچه بشی. پس اینی که ما سوال مرتب تو ذهنمون میاد که خب چی باعث شده اینایی که مثلا آسکشوالن اینا ژنشون منقرض نشه؟ برای اینکه ازدواج بر اساس عشق یه پدیده نسبتا مدرنه، فراگیرش تو بعد از عصر روشنگری و این بوده. یا مثلا بچه دار شدن به نیت اینی که بچه چیز ناز و دوست داشتنیه، یه پدیده کاملا مدرنه. یه خورده برین عقب‌تر تو بسیاری از فرهنگ‌ها این خودش ابزار تغذیه و رشد بوده، اصلا ربطی به عشق و نمیدونم چیز و اینا نداشته. پس ما یک فلینستونیزم ممکنه داریم و بسیاری از چیزهای بشر معاصر رو مثل این کارتون داریم میندازیم رو بشر قبل.